فیلم ایران، پخش فیلم‌های برتر سینمای ایران. دوربینا برن. حرکت. سلام. شاید من تنها آدمی باشم تو دنیا که رابطه عاشقانه پدر مادرش رو قبل تولد دیده. این مامانم مناست، اینم آقا رضا بابامه. میمیرن واسه هم دیگه. دارن همه خانوادگی میرن پیش یک کارگردان که قراره از رابطه عاشقانه‌شون همین فیلم مصائب شیرین یکو بسازن. اون داستانی که قرار بود نوشته بشه دوربین هم آوردیم، دارن فیلمتون رو میگیره روبروتون. فیلم هممون رو داره میگیره هم دوربینه برای اینکه داستان رو بتونه با اون تنظیم کنه و اینا فیلم میگیره. فیلم نویسنده نه مسئله نیست. مگه قرار شد یه هنرپیشه که ما مریض من شما فکر می‌کنید بابا مرتب من عزیزم خیابون خود شما من توضیح بدم برات دیگه. آقا شما ناراحت نشید، جریان من همه رو میدونم. رضا برام توضیح داده. معذرت میخوام. حالا خود عصبانی شده، عصبانیت شده. سلام علیکم. ببخشید. بابا این آقا چقدر سخت میگیره، چرا اینجوری؟ همینطور. شما برید تو، من حالا فعلا من باهاش صحبت کردم. فیلم هایی که ساخته میشه از رو داستان های زندگی من و شما و سایری. اگر انسان ها فداکاری بکنن، خودشون عقب نکشن، نترسن، براشون من خجالت میکشم. مونا، من دیگه میخوام بشینم با دوربین صحبت کنم. هرچی تو دلمه بگم. خب تو هم حرف میزنی؟ دارم اصلا نمیترسم. من خودم رفتم تمام ظرفیت زندگیم تمام در اختیارشون گذاشتم، هیچ پیام نداشتم. خودم حرف میزنم. سکوت، حرکت. حالا 20 ساله هم مصائب شیرین میگذره. الان آقا رضا و مونا خانم اینجا تو انگلیس، مملکت پادشاهی زنا. اینجا فقط حرف زنا پیش میره. یه خودم بخوای باهاشون سرشاخ بشی کت بسه میبرن. بالاتر از اون امپراتوری بچه هاست. صبح بره به مدیر مدرسه شکایت کنه، بعد از اون مأمور دم در خونه. اونا خانم هم داره میاد. الان من و مونا یه دختری 18 ساله داریم که امروز تولدشه، اسمش هم ماناست. ببین من باید امروز میام، دست در. ولی تا اونجا نرسیدیم من تکلیفمو با تو معلوم میکنم رضا. من خودم. از خداته؟ زنگ بزنیم پلیس. روز تولد دخترم برای چی زنگ بزنم؟ برای اینکه نمیدونیم کجا داریم میریم. یه عزیزم. پیغام اومده، هی بگو از صبح. بگو پستکد داریم میندازیم کانتریسا 4 ساعت دیگه لندن. یعنی همین جوری از صبح همینو هی بگو. نمیدونیم با کی طرفیم، نمیدونیم کجا داریم میریم. خب باید بریم اونجا آشنا بشیم باهاشون دیگه. یعنی چی بریم اونجا آشنا بشیم رضا؟ یعنی تو همینجوری کول بدون هیچ استرسی ساکو انداختی رو دوشت بریم اونجا آشنا بشیم؟ بهتر از اینه که هیچ خبری نداشته باشیم. اونجا میریم میفهمیم چه خبره. رضا همه چی زیر سر خودته رضا. منو نگاه کن رضا، همه چی زیر سر توه. تو یه عمر بازی کردی، یه عمر منو بازی دادید که این بچه رو از من جدا کنی. من میگم چیکار کنی؟ من میگم تو این بچه رو از من جدا کردی. الانم داری منو میبری به جشن پیروزی. شکست تو پیروزی من نیست. یه سری حرف و تعارفات الکی پوچ. آقا شما رانندگی نمی کنی. باش. من تکلیف اینو امروز معلوم میکنم. این موی از ماس بکشم بیرون رضا. مصائب شیرین 2.
اسم من ماناست. از مامان بپرسی عامل بدشانسی و گرفتاری. اونا بعد مصاحب شیرین تونستن ازدواج کنن. فکر کردن شدن زوج ابدی سینما. اما دست روزگار زد و به سال نرسیده من به دنیا آمدم. همه چی ریخت به هم. سینما اونا رو فراموش کرد. اما با بودن من اونا نمیتونستن سینما رو فراموش کنن. مصاحب شیرین ادامه پیدا کرد. نقش اولم افتاد دست مامان. یه زن قهرمان مهاجر. نقش بابام که معلومه. عاشق سینه چاک. مانام که باید پرچمدار باشه. شیک، سنگین رنگین، باوقار، تحصیل کرده، موفق، همنشین اشراف و اعیان و بالاخره تو لیست مهمونای ملکه برای چای عصر. شوخی نداره مامان. مو رو از ماست میکشه. این بامبول رفتن مانا به ایران از کجا در اومد؟ بامبول؟ آره بامبول. برای چی مانا یهو تو اون شرایط سخت امتحاناش، تو اون شرایطی که معلم بگیر باید امتحاناشو پاس بکنه، چرا یهو خواست بره ایران؟ اصلا چجوری همچی فکری به ذهن این بچه رسید؟ دلش تنگ شد. رضا من که میدونم مامانتی زنگ زده به مامان اقدس، زنگ بزن اقدس به مانا بگو دلم تنگ شده پاشو بیا ایران. خب چه چیز عجیبی داره؟ رضا داری میپیچونی بازی میکنی دوباره ها. ببین قرار شد حرف بزنیم. مامانتی با اون حالش آیا میتونه زنگ بزنه به مامان اقدس بگه که اقدس زنگ بزن به مانا بگو بیاد؟ یعنی مامانتی از پس همه این کارا برمیاد؟ خب 1000 نفر دور و بر مامانتی هستن که این کارو بکنن، بخوان زنگ بزنن. مامانتی معلوم نمیتونه تلفن دستش بگیره. خب داریم we getting there. بفرمایید. خب چی بگم الان؟ میگم مامانتی که خودش نمیتونه زنگ بزنه. رضا خودتو داری میزنی به کوچه علی چپ. نمیدونم بهمن آقا، سجاد، واله، هر کسی ممکنه. آره. عمه فرهناز و سجاد و پرستارش و اونام همه میدونن که تو زندگی من دخالت نمیتونن بکنن. فقط اون عمشه که به خودش اجازه میده اینجوری دخالت مستقیم بکنه تو کار من. یعنی فقط والست که این کارو میکنه. خب مانا خیلی به همش وابسته. بعدش این چه گناهی داره؟ بزرگش کرده. بزرگش کرده؟ بزرگش کرده؟ آره یه چند سالی که زندگی اینجوری چیده شد که ما بیایم اینجا مجرد بودن خانم، بچه نداشتش، تمام اینا بچه منو نگه داشت یه چند سال. که شما هم بودی، اصلا تو قرار بود اونو نگه داری. اصلا من برای چی جواب به واله باید پس بدم؟ چه جوابی؟ خب وابستگی میاده. اصلا همکاری نمی کنی. میپیچون بابا اینا وابستگی میاره. وابستگی، عاطفه، محبت، مهر. آره. اینا همه چیزایی که خب تموم نمیشه دیگه. نمیتونی بسته بندیش کنی بذاریش کنار که. برو رضا برو این فیلم ها دیگه کار نمیکنه. دیگه کار نمیکنه. ببین بهت میگم رسیدیم به ته خطیم الان. فیلم در نیار. یادت نیست دخترت حالش بد شده بود؟ صبح سر صبحونه نمیومد، بعد نهار نمیومد، بعد شام نمیومد، بعد با دوستاش بیرون نمیرفت، بعد با ما حرف نمیزد، بعد اعتصاب غذا کرده بود، بعد افسرده شده بود. خب نمیخوره دیگه، غذا نمیخوره مریض میشه. الان باید چیکار کنیم؟ ما الان باید بریم حرف بزنیم، ریشه یابی کنیم، بفهمیم که دلیلش چیه، چی میخواد که این اداها رو داره خودش در میاره. کجا میری؟ دارم یاسین میخونم. دارم میرم باش حرف بزنم دیگه. الان این با سینی غذا داری تشویقی میبری صبحونه تو بریکفاست و بد؟ بابا چی کره پنیر و نون و قهوه است؟ میخوام برم باش حرف بزنم، بگم پشت بیا پایین. من الان به تو نگفتم غذا نخوردن حربه نشه؟ بابا چی این کلمه حربه رو دیگه واسه ما علم کرد. بابا چی کجا میبری؟ بابا بده من به تو میگم بیا حل بکنیم، ریشه یابی کنیم، دقیق بدونیم چی کار باید با این بچه بکنیم. با صبونه پاشده رفته به غذا بده. بابا جون ببینم برات عزیزم گشنه، بیا ببینم چی این راه حل شد الان برای تو. چه راه حلی؟ راه حل شما چیه؟ غذا نخوری چی میشه؟
آقا مریض میشی، سوء هاضمه میگیره برو بچه. بابا، سوء هاضمه میگیره. چند سال ما اینجا من کار کردم، دانشگاه رفتم، درس خوندم، نیم معدم غذا نخوردم، شماها رو به دندون کشیدم آوردم اینجا. یعنی الان من چیکار کنم؟ مگه الان نمیگی مشکل اینا حل فراموش کن، غذا نخوردن فراموش کن. خب باید بتونم باهاش حرف بزنم. straight forward بریم بگیم مشکل چیه. برم ببینم مشکلش چیه. رضا اینقدر برم نکن. من الان خودم میتونم اونو بچلونم، بکشمش بیارمش پایین. بابا چیو بچلونی دختره، برم احتیاج به محبت داره. اینا همه وسیله است داره استفاده. بکشمش پایین. حالا چی کار داری میکنی؟ به کی داری زنگ میزنی؟ یه دقیقه اجازه بده، من الان همه چی رو حل میکنم. جانه بابا. قربونت برم، چرا نیومدی پایین؟ مامانت سینی غذاتو گرفت. بیا پایین، حالا به جاش املت من درست کنم، من تو املت بخوریم. بیا پایین عزیزم، بیا بهت میگم. این اندازه نخود مقصون کلت بابا نیست. چی؟ من به تو میگم صبونه، نه داد نزنم. تو زنگ زدی به اون میگی بیا املت بیا. چرا میکنی؟ من میگه املت درست کنم. تیم درست میکنی رضا؟ تیم درست میکنی، منم شوت میکنی بره بیرون. مونا بیاد اینجا بشینه، الان دوتایی بشینیم باهاش حرف بزنیم. مامانت صبونت تو خورده، بیا من برات املت بذارم. احتیاج به شوخی داره بچه. برو بابا، مامانت کوف بخوره. مامانت کوف بگو بخوره. من به تو یه بار از دنده چپ پا شدم، تو اینجوری فرض کن. بهت گفتم بیا بشینیم ریشه یابی کنیم، زنگ میزنی. خب ریشه یابی یعنی که باش حرف بزنیم دیگه. الانم من شرایطو مساعد کردم که بیاد پایین اینجا بشینیم باهاش حرف بزنیم، ببینیم مشکلش غذا چیه. خوردن رو فراموش کن. رضا بس کن، اصلا دیگه صدا تو نشنوم. من قشنگ تو 2 تا دنیا زندگی میکنم. یکی بیرون اتاقم با مامان و بابا و انگلیس، یکی تو اتاقم با خودم و لپتاپ و ایران. 2 جور بازی، 2 تا نقش. یکی خون سرد، منطقی، آروم. یکی خون گرم، احساسی، اکتیو. بابا میگه ما همه داریم بازی میکنیم، فرقمون تو تماشاشیمونه. کدوم چشم، کدوم نگاه، کدوم کارگردان. من دنبال یه دیوونه میگردم، یه دیوونه سینما. نه میدونم اسمش این نیست. آها الان یادم افتاد، مگه ما همه رو روی اون هارده نریخته بودیم؟ چرا؟ ولی من یه دونه ریختم روی صفحه اصلی، بقیهش رو هارده. مطمئنی؟ آره. بذار من یه نگاه بندازم. خیلی تو فکره. دنبال سوژه میکرده. اینهاش دیگه. مرسی. یلدا به مانا یه زنگ بزن. این همه مدت فیلمنامه‌ای، قصه‌ای، خطی. سفارش زیاده آدم گیج میشه. خوردی به دوراهی، شاید هم سراحی. آره دیگه، خودت، اسپانسر، مخاطب، هر کی سفارشی داره. همش با هم نمیشه؟ سلام. سلام عزیزم. مهمون داریم. کیه مهمون؟ پسر کارگردان مصائب شیرین. اونجا؟ آره. حاضری؟ یه لحظه صبر کن. حاضری؟ آره. مامان. جانم. مانا. سلام عزیزم. خوبی که؟ همون که بودم. خبر تازه؟ هیچ. خب اینم پسر آقای کارگردان. بهش گفتم از باباش دلخوری اومده حرفاتو بشنوه. فکر کنم به حوصله داری. نه بابا آرتیسته، میفهمه. من نمیخوام حرف تو دلت بمونه. باش راحت باش. علی آقا بفرما. اینم برگردوند.
ایتالیا درس سینما خونده ها. دستپخته پدر محترم. من میتونم از این استفاده کنم؟ بله. سلام. سلام. به به، دختر رضا و منای مصائب شیرین، باورم نمیشه. میدونی چیه؟ بابای تو منو به این دنیا آورد. یه جورایی بابای تو هم هست پس. آره برادر. یعنی منو گذاشت سر راه، تو رو گذاشت تو کالسکه برد. خیلی با من تریپ داری. خونه ای ما صحبت از سینما ممنوعه. چرا؟ همه عمرشونو گذاشتن پای بچه ناخواسته ای که چی؟ که سینما بهشون داده؟ آفرین. من بچه سینما. تو خود جنسی. من یه جا موندم، یه گم شده. من جاموندگی تو نمیبینم، یعنی خیلی هم پیدایی، جوون ماشاءالله، هزار ماشاءالله، آرتیست، خوشگل، مؤدب، تحصیل کرده. ما چیه چی شد مگه؟ من یه سال ریاضی زبانم رد شدم. الان من سال دومم. حالا چیه مگه؟ واقعا انقدر خودتو ناراحت نکن به خاطرش. تو نمیفهمی، من که قبول نشم مامانم دق میکنه. تو اصلا جای من نیستی دکنه. بابا فکر میکنی این یه جویه که الان حاکمه؟ واقعا انقدر حال بد. زندگیشون رو موفقیت من شرط بستم. اگه نرم دانشگاه رو نابودم. خب باید نه نابود نمیشن، تو یه خورده درس بخونی اینا حل میشه. خوبیش اینه که سینما هست، همیشه میشه کات. کلافت کرد. سورپرایز شد. آره حسابی. ببین رضا و مونا از دستش چی میکشن. این اوپنینگ چیه؟ ما ایوون حیا رضا مونا یخ میزنی بچه؟ گر گرفتی؟ بیا برو تو. جریان عشق عاشقی ما چی بود؟ ما بازی میکردیم، هم بازی بودیم، کتک کاری میکردیم. چی شدی و به عشق عاشقی ختم شد؟ بیا میبینم ماه ایوون من بشو، نامه بده نامه بگیر. خب بالغ شدیم دیگه، 15 سالمون شده، مدلمون عوض شده. ممل امریکایی یادته؟ یادته؟ مامان حسن بابا اینجا چی کار میکنی؟
بمب بنزینا چی شد؟ همش دروغ بود ماما. آره همش دروغ بود آقا رضا. آره همش دروغ بود. دایی همایون رو یادته؟ دایی همایونت که اصلا معرکه گیر بود. آره میدونی زن انگلیسی که لوری حرف میزنه. مثلا میشه نخندی؟ میشه نخندی؟ داریم حرف جدی میزنیم. دایی همایون معرکه بود. خواهرزادش کی بود؟ من بودم. توسط کی میتونستی بیای انگلیس؟ من بودم. چیزایی میشه. میبینی الان دارم میچینم بغل هم دیگه. مدام دنبال دایی همایون بودی. با همه دنبال دایی همایون بودن. آدم جالبی بود. آقا همه دنبال دایی همایون بودن، ماها که فامیلمون بود. تو این وسط چه کاره بودی؟ تو چرا انقدر گیر این بودی که دایی همایون زنگ زد دایی همایون زنگ نزد؟ بابا من سربازی نرفته بودم، پول نداشتم، خونه نداشتم، کار نداشتم، سن و تجربه هم نداشتم، فقط یه زن داشتم و یه بچه. دنبال یه راه نجات بودم. راه نجاتت من بودم دیگه. یه زن خری که توسطش میتونستی به انگلیس برسی. این مکالمه بین من و رضا 16-17 سال پیش اتفاق افتاد. بمیرم برادر جونم، خدا به دادت برسه. چه کاری از دست من برمیاد که واسه انجام بدم. من فقط میتونم 2 کلمه راهنماییت کنم رضا جونم. نه عزیز من، نمیشه که تو دست زن بچه‌ت بگیری بیای توی مملکت دیگه، بعد بگی اونجا چیزایی که خواستم به هم ندادن اینجا بدن. نمیشه که عزیزه من. خودت نمیشه. کلات قاضی کن. خودت کلاتو قاضی کن. با چه مدرکی، با چه تخصصی؟ جون املاک اون که دانشگاه داره، زبانشو باید بلد باشی. ولی راه داره. ناامیدت نمی کنم عزیز من، راه داره. یکی نمیشه که دست زن بچه 3 نفری، مگه میخوام بری تولد نمیدونم باغ وحش میخوام بری 3 نفری برسید بیاد درد برات. یکی تو بیا، او یکی بیا، راه باز بشه، او یکی بیا. قربون شکله بچه. من راجب بچه عزیز من چی بهت بگم بذاریش پرورشگاه؟ اون یه حرف خصوصی بین خودت و زنه. به قول آره شب و جمعه، حرف شب جمعه است عزیز من. آره حالا شما تصمیماتونو بگیرید، هر کاری چیزی داشتید تلفن بزن منو در جریان بذار. اوکی عزیز؟ آره قول سلام به آبجی اقدسم برسون. خداحافظ، قربونت برم، خداحافظ. Mana's going to be a problem. درد برات پرابلم درست، ولی خب کافر مونا بچه‌شو که نمیتونه ول بکن. مامان اقدس هم رضایت نمیده رضا بیاد اینجا. یعنی مونا این وسط دیگه موند. من موندم و بابا و فیلم مصائب شیری. مامان رفت. مامانم کجاست؟ تو فیلم مصائب شیری. عمه والا سریع پا میشد فیلمو برام میذاشت. بیا اینم مامانت. بابام سلام مونا خانوم، حالت چطوره؟ من سوت میشدم تو فیلم. اونجا همه بودن. ماما اتی، مامان اقدس، بابام، مامانم و این نفر که میپرید اون وسط میگفت کات. من این زندگی رو نمیخوام. من هیچی نمیخوام. من هیچی نمیخوام. نه نمیخوام. نه نمیخوام. من هیچی نمیخوام. من این زندگی رو نمیخوام. من هیچی نمیخوام. سردی با احتیاطی کارو. نه. حرکت نگفتم نه. 3 حرکت. نه نمیخوام. من این زندگی رو نمیخوام. من هیچی نمیخوام. من هیچی نمیخوام. فیلم حسابی بعدآموزی داشته برات. من فقط داشتم یاد میگرفتم. هرچی هم خوشم نمیمد کات میدم. بچه 5 ساله به همه کات میده. داشته باش که بار ماماینا حرفشون شده هر کی هم طرف یکی رو میگیره. سر صدا و شلوغ بلوغ دعوا، مانع فسخلی هم وسط تنها. مامانش هم نیست، باباش هم تو دعوا. میپره اون وسط جیغ کات. هم وای میستن.
بالا سه پام شد آهنگ میذار شوخی بگو بخند این مامانش نیست گناه داره آخه گناه الهی داره. بمیرم. تو هم داشتی سینما رو کشف میکرد. من دنبال مامانم میگشتم. اصلا من چجوری قانع شدم؟ از بچم دور بشم؟ به خاطر خود بچه اومدی اینجا رو دیدی گفتی که اینجا زندگیش تضمین شده است. آها. درسش تضمین شده است. آها. خونه زندگیش تضمین شده است. خب دیگه تحصیلاتش تضمین شده است. هر کاری بخواد بکنه اینجا اوکی تره. آفرین. پس یعنی من و تو من یعنی شماها تصمیم گرفتین برنامه‌ریزی کردین منو فرستادین اومدم اینجا بعد به این نتیجه رسیدیم بولدوزر صاف جاده به خاطر تحصیلات بچه به خاطر اینکه آینده بچه اینجا تضمین شده است. بله. تصمیم گرفتیم اینو با هم. 1000مین بار. بله. رضا یعنی زدی تو خال. رضا بذار من یه جا پارک کنم. جدی یعنی شد. زدی تو خال. ما با همین تصمیم رو گرفتیم. بله. پس چرا اون موقعی که اینجا باید به ثمر میرسید نذاشتی؟ اگه ما این تصمیم رو با هم گرفتیم چرا نذاشتی؟ چرا روتو برمیگردونی؟ چون میخوای فرار کنی. دل بده رضا. تو مگه دلی گذاشتی؟ آره بابا شاعر شد واسه من. آقا جان میگم چرا اون موقع که میخواست به ثمر برسه نذاشتین؟ مگه اون موقع این GCSE شو رد نشده بود رضا؟ مگه اون موقع نگفتیم که اگر یه بار دیگه GCSE نده باید بره با این بزرگسالان ادولت بشینه اکسس بخونه؟ اصلا هم تو مقصر نبودی، اصلا هم حالش بد نبود. یهو بامبول ایران در اومد. بامبول ایران در اومد. یهو خانوادگی همتون ریختین سر من. این زنگ بزن اون زنگ بزن، آی مانا دلش تنگ شده، آی مانا دلش گشاد شده. بابا منم از صدای خودم خسته شدم. هی چشاتو اینطوری کن. بچه رفت برگشت شد همون بچه. رضا بچه ما شد همون بچه. رضا آقای محترم دست از سر دختر من بردار. گوش کن مامان جان، من مامان شما تو داستانی مامان مانا که هستی. آره هستم که چی؟ خب به فکر مانا باش، به فکر خودت باش، به فکر آینده باش. مانا بین ایران و انگلیس ریاضیشو میس کرده. فدات بشم و قربونت برم و میمیرم برات این داستانام همشون به زبان شیرین فارسی عزیزم. نو انگلیش. اصلا انگلیسی تو کت این دختر نمیره. باباتم با همین حرفا خانواده ما رو خام کرد. دلت میاد مامانتی نمیخوای عشق مادرانه ایرانی بر جریده عالم ثبت بشه؟ آیا صحنه سرماخوردگی رضا یک شاهکار نبود؟ عالی نبود؟ درجه 1 نه خیلی خوب بود واقعا. صبر کن بذار با هم ببینیم. صفحه منو داری؟ بله بذار خودت هم داشته باشم. مامانتی تو کی آخه؟ قربونت برم دارم به سفر زیارتی. باشو بخور بده. باشو باشو قربون اون شکلت برم الهی فدای تو بشم. این چیه تو گوشه؟ شاهکار دیگه. چه نواریه مادر مادر؟ نمونه. اله قربونت برم. یه درجه تفرسته. نوارا مبتذل گوش نکنی پسرم. مادر دیگه فدات شم نگران. پیش مرگت بشم الهی. خدا نکن که تو قربونت برم من. خوابیدی. الهی من قربون تو برم به حق محمد آل محمد. من فدای تو میشم الهی. مادر بمیره نبینه تو. چطور چیزی نیست تو در کردی خوابیدی. بگیش بالا. یعنی اوریجیناله. پورو جنیوم. یعنی درجه 1 واقعا. 20 تا تخت و ترکه همونی دیگه. گوش نکن مادر. هر کی هم بهت گفت ول کن پاشو بیا ایران بدون یه شیطنتی تو کارش هست. دخترت خودش خوب میدونه مونا جان که این یک فرصت استثنائیه. ای کلاهبردار شیاد. این شانس از دست نده. امتحان داره نمیتونه بیاد. ولی اون میاد. من نمیذارم.
حریفش نمیشی، نه تو نه هیچ کس دیگه. اینجاست که پای دایی همایون و زن دایی سارا به ماجرا باز می شود. دایی یه دقیقه گوش کن ببین من چی میگم. جون دایی عزیز من، بگو ببینم چی میخواد. مگه من خواستم اینا منو به دنیا بیارم؟ معلومه درده برات، کجا بودی که بخوای؟ مامان جان اینا تقدیر زندگی، کی خواسته خودش به دنیا بیاد؟ شما میتونستین وقتی هیچی ندارین بچه دار نشین؟ نمیتونستین؟ آخه حیف تو خوشگله نبود الان اینجا نباشی. پس شما خواستین من به این دنیا بیام دیگه. خب حالا که چی؟ مونا جون let her speak. بذار حرفشو بزنه. من خواستم 5 سالم بود من هم مامانم جدا کنیم. قبول دارم عزیزم، تو هم خیلی سختی کشید. من از کلاس 3 تو موتل قود انداختین کلاس 5 تو انگلیس. زبون بلد نیستی، کله سیام هستی، اینا سختی نبود، شکنجه بود. مامان هزاران هزار مثل تو اومدن موفقم شدن. من به هزاران نفر دیگه چی کار دارم؟ تو خودت یه تقسیم نمیتونستی به بابا من من یاد بدی، اونجوری همش بلد غلط بودم. بود. باعث تغییر و تمسخر من شد. اینا انتخاب من بود. خب حالا این روزه ها رو برای چی داری میخونی؟ بابا داره درد و دل میکنه. بذار درد و دلشو کنه. فقط درد دل نیست. She's talking about making her own decision. اصل ماجرا همینه عزیز من، حق انتخاب داشتن. آره حق انتخاب تو چارچوب عقل و قانونه. اینکه نباید اشتباهات منو تکرار کنه دوباره. باشه خودت میگی عقل، میگی قانون. قانونم میگه تا چند ماه دیگه من اختیار زندگیم دست خودمه. خودم میتونم واسه خودم بله تصمیم تا چند ماه دیگه اختیار دست خودته. میتونی بی چشم و رو باشی، یادت بره مامانت ورد داشت اوورد اینجا، تو امکانات تمام درس بخونی، کار پیدا بکنی، بری نمیدونم حقوق درست حسابی بگیری، یا اینکه نه اصلا درس هم نخونی، حمال بشی لنگ یه ماه حقوقت بابا این بمونی. حرفا بابا چیه تو حرف میزنی؟ من اینقدر یهو نپر. این تازه پرونده رو میبندی. این درسشو میخونه، نمک نشناسم نیست، قدر مادرش هم میدونه. من نمیدونم قطع چیو باید بدونم وقتی حالم خوب نیست، وقتی هپی نیستم. بیا حالم خوب نیست اینم کارای تو یاد گرفته. Take it easy, Mona June. That's the reason that we're all sat here. Just let her speak. راحت باش مونا جون، حرفتو بزن. شما هم مثل یه عروسک رفتار کردین، نه یه انسان. از فامیل به اون شلوغی منو انداختین تو این تنهایی. تا آمدم به تنهایی عادت کنم دوباره فرستادینم ایران. تا آمدم اونجا پا بگیرم دوباره پرتم کردین اینجا. بسته دیگه. تا چند ماه دیگه من تمام اختیاراتم دست خودم. بهتره قبل از اینکه قانون بخواد همه اینا رو به من بده خودتون با روح خوش بهم داده باشید. من نمیخوام واسه رابطه‌مون مشکلی پیش بیاد. شما به ما بگید واضح چی میخوای؟ من نمیدونم چی میخوام. وقتی اینجام دلم واسه مانای ایران تنگ میشه. وقتی ایرانم دلم واسه مانای اینجا تنگ. من واقعا گیج شدم، نمیدونم کدومم. من لازم دارم برم ایران واسه اینکه بتونم درس بخونم، واسه اینکه بتونم امتحان بدم. اوکی باشه عزیزم، ما فکرش میکنیم همه. مونا هم یه فکر میکنه. Don't worry. اینجوری هستی که اینجوری میگه دیگه ایران رفتن تو این وضعیت. بابا این حالش خوب نیست، درده برات جونم. موضوع رو باید خیلی جدی تر بگیری. منم همینو میگم دایی. جدی باید بگیری موضوع رو. اصلا تو باق نیست، تو حالش باقی. بده. تو هم که بدت نمیاد از چی؟ مانا یه سری بری ایران. نه بره مامان بزرگا رو خوشحال میکنه، حال هوای خودش عوض میشه، خوب میشه، بیاد اینجا درس بهتر. تو میدونی پسرایی که دنبال پاسپورت انگلیسی اونجا کم نیست. یعنی میگی مخ مانا رو میزنن؟ از این بابت خیالم جمعی. جونه دایی درده که رضا رو میشناسی، تو باید طرف من باشی. اون مگه چه خبره؟ مگه دعوا؟ مگه جنگ؟ دایی خودتو نزن به اون راه. کدوم راه عزیز؟ تو بگو، شما بگو. یعنی میگی رضا دوست نداره مانا بره ایران؟
چرا دوست نداره؟ خب چرا دوست داره؟ مگه نمیفهمه این بچه درس و مشق میفته؟ پس میگی دنبال چیه؟ رضا میدونه اگه مانا بره دانشگاه وارد جامعه بشه یکی رو پیدا بکنه دیگه ور دل این نمیمونه. تو ور دل رضا میمونی؟ مانا بره تو ور دل رضا میمونی؟ من نمیخوام خانواده از هم بپاشه. اونا همبازی های من بودن. خنده های مامانمو دوست دارم. شوخی های بابامو دوست دارم. نمیتونم از دستشون بدم. میرم درستش میکنم. اونا هم باید بیان. سینما میتونه ما رو دور هم جمع کنه. باید فیلم بسازیم. ورود اول مانا برداشت 5. منتظره ها. حسابی. چه نقشه هایی برای مانا داره؟ چیزی نیست، میخواست فیلم بسازه. مانا چی؟ همین نقشه ها رو خود مانا کشیده. کلا سرش نره. حواسش جمعه، زرنگتر از این حرف هست. حواست تو که اینقدر جمع شد؟ قربونت برم ما. نیومدن هنوز؟ نمیدونم، هنوز فکر میکنم این پله باید بیاد دیگه. خوبی؟ چه خبر؟ خیلی خوب، بیا زود بیا. قربونت برم من، عشق من، جذاب من، مانو مان، خوش اومدی. چطور قشنگه؟ شما با هم سلام علیک نمی‌کنی؟ چرا خوش اومدی؟ نگاه کن. فامیلن. انگار 100 سال میشناسن هم دیگه. خوبه که ها؟ آره خوبه. چرا باید پروازه چطور؟ ایران خیلی عوض شد؟ کلی عوض شد. خیابونا خیلی عوض شد. کلی. تو به مامانت نگفتی، به بابات هم نگفتی؟ از زیر زبانش میکشه دیگه، نمیخواستم. تو به منم نگفتی. وقت نشد. اینو باید میگفت. داری فیلم میگیری؟ یادگاری قربونت برم، دارم یادگاری. علی اینا رو تو اینستاگرام نذاری یا؟ بابا چیزی نشد، چرا جوش میاری؟ جوش میاری چی عزیزم؟ همینجور با حرارت بالا و سرعت زیاد داریم پیش میرین، نمیدونین. شما هم داری میسوزی و فیلم سینماییه؟ بده من تو جوابشو بده من. نه خود جواب بده. آقا فیلم سینماییه. یک تست استعدادیابیه. درسته. آها. من فکر میکنم که برای سه شنبه صبح میتونیم بریم. سه شنبه بریم، منم کاری ندارم. سه شنبه اوکی؟ قرار نذار. چرا؟ گوش بده دیگه، میگم بهت. با مونا که اصلا نمیتونم حرف بزنم، اون هیچی. به رضام هر چی میگم صاف میذاره کف دست مونا. بابا من چیکار کنم؟ بعد برم سر به بیابون بزنم، برم اینجا که هیچکی ندونه کجا. مانا من الان باید از دست تو چیکار کنم؟ کات همه. کات نداره عزیزم. چرا داره؟ نداره مانا، تو دیگه بچه نیستی. کات. میخوای منو دق بدی؟ خودم کردم که لعنت بر خودم باد. باید همون بچگی یه دونه میزدم تو سرت ولت میکردم. عمه نداره. نمیفهمی، نمیتونم به مامانت جواب بدم. من الان یه بچه دارم، اعصابمو لازم دارم. دیگه اون عمه سابق نیستم که. تو دیلاقم دیگه اون ریقونه سابق نیستی. من ریقونه بودم؟ ممنونم ازتون، مرسی. همش زیر سر توه. من چی کار کردم؟ اینو انداختی به جون من که عمر افتادم به جون شما. همه بدبختی و بدبیاریاتون به خاطر من بوده دیگه. ببین مانا الان این دکونا باز نکنا.
این حرفا رو برو پیش اون بابات بزن. من با شماها هیچ جا نمیام. چرا آخه؟ یلدا صدای اونو کمش کن. من نمیفهم. پس به من صداشو. مشکلش چی میتونه باشه؟ دعوا کنی. من نمیدونم واسه چی با من اعصاب نداره. میگه من نمیدونم. برای اینکه خالمونا مانا رو سپرده به مامانم دیگه. خب من به خاطر همین دارم میگم مامان جونت پاشه با ما بیاد دیگه. تازه شیطونه میگه خودم که نمیام هیچ بگم مثلا اینم حق نداره بیاد. شما حالا لطفا دیگه به حرف شیطونه گوش ندید. یلدا تو الان چی میگی این وسط؟ بابا من شماها رو با هم آشنا نکرده، درس نخونده، امتحان نداده، پشودی اومدی اینجا فیلم بازی کنی مانا. قرار بود 2 هفته بلند شی بیای ایران، حالا با اینم بشینین روی فیلمنامه کار کنی. خب کردی. آره دیگه، حالا این وسط یه نقش یه سکانسی بازی کنم، یه تستی هم کرده باشم چی میشه؟ چی میشه؟ فردا مامانت فیلمشو ببینه تو هم تو امتحان رد شده باشی، من چی میشم؟ به من چی میگه؟ موقع اصلا بهشون میگم، خودشون هم آوردم تو بازی. آره واقعا. تو اینو مغزجویی کردی علی؟ چی برای چی؟ من ساواک که من یه تست ساده گفتم بگیره همین، بعدش اگه ردیف بشه همه میان تو کار. چی میگی قصه میگی برا خودت همینطوری؟ بابا داریم از صبح حرف میزنیم راجبش. این اسپانسره اگه اوکی بکنه شما میای خودت هم میبینیش. فقط بازی مانا رو میخواد ببینه. اگه اوکی بشی که دیگه نون هممون تو روغن عزیزم. چی میگی؟ ببین مترو گلد مایرم بیاد پیش مانا خانم وساطت کنه، باز میگه تو به من نگفتی، تو به من خیانت کردی، زندگی منو از هم پاشوندی. باشه کات، یه غلطی کردم، فکر کردم این عمه همون عمه است. همون عمه است. نه عزیزم، واقعیت ها رو باید قبول کرد. الان قبل اینکه عمه من باشه مادر جنابالیه. کلا کات با اولین پروازم برمیگردم، نگران نباش. مانا آقا من فکر نمی کردم به اینجا برسه. من تسلیم همین الان جورو پرستمو جمع میکنم میرم. تو بگو دستور بده. عجب موزیه این دیگه. کارشه. خب بر کارت دیگه. خوبه؟ اوکی بیا بالا. اوکی مرسی خیلی ممنون. آی بدی من برم اون سخن. علی آقا سلام عرض کردیم. خیلی خوشحال. شما خوبه؟ خوبه. بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلام. حالتون خوبه؟ شما خوبی؟ خسته نباشید. خواهش می‌کنم. بفرمایید. آقای بدی ممنون. جانم رضا. همونطوری که قرار گذاشتیم بعد از این که آقای بدی این بلند شدن بعد شما وارد کار می‌شید. رسپکتورات خوب. عمه مانا. بله سلام. حالتون خوبه؟ خوب هستید؟ خوشبختم. خواهر رضا. خوبی؟ بعد شما وارد مانا آقای بدی باش. بله دقیقاً. دست شما در آها اوکی میگه. مرسی. بله حتما. سخا جان راه بنداز بگیریم. ما آمدن اینجاییم همه. دیگه. مرسی. ببخشید عزیزم مرسی. صدا بره. دوربین. کراکتو بزنید. حرکت. نه مریضی که بیفتی، نه سالمی که راه بری. یه درد به کمرت داری، 3 اولاد داری، یکی خون به جیگرت کرد. نه صله رحم میکنی سبک شی، نه لام تاکان با کسی حرف میزنی دلت باشه. برات تلس بستم، بازش میکنی. سحر میری پشت بوم، نظر میکنی به سرخی شفق. میری زیارت علقو، یه پرنده میگیری دون آبش میدی. غسل زیاد میکنی، لباس تمیز میپوشی، عطر میزنی، صدقه میدی، دست یتیم میگیری، با فقیر شام میخوری، گره کارت وا میشه. مهره مارم دارم بدم بهت. اوکی کات مرسی. خوب بود؟ خوب بود. مرسی. آقا خوب بودی؟ مانا جان. باری اوکی کلا. خیلی ممنون. صدا اوکیه؟ عزیزم. خسته نباشی. خوب نبودن. چرا خسته نباشی؟ با اینکه صداشون هم کمه ولی خوب دیالوگ بلند، لهجه خوب اجرا کردم. ممنون دکتر. آرتیستن خانوادگی. میگم اگه ما بخوایم یه مصاحب دیگه درست کنیم خانواده همکاری میکنم؟ مصاحب شیرین 2 یعنی دیگه حالا یه مصاحب یکی از اعضای خانواده اینجا هست. فکر نکنم مشکلی باشه رو باش حرف دست من بزنم. خیلی بزنی تو عالیه. حالا دیگه. نه یعنی من دارم معرفی میکنم رابن اعضای خانواده. و میتونن رابن. یک پلن آزمایشی خیلی خوب بگیرن همه خانواده باشن که شما ببینید. یه تست درجه‌ای اگر بتونی از اعضای خانواده بگیری برامون بیاری
دونه دونه یا همه کلا بگیری همه با هم باشه باشه. بگیریم. من حرفی ندارم اگه خوب باشه. باش. آقا خسته نباشین، تبریک میگم. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. یکی دیگه بگیریم دیگه. چرا یکی دیگه بگیریم اگه خوب بود؟ باید بگیریم. که تنبلی نکن. باشه. اگه باید. با اجازه آقای بدی. بریم بگیریم تا نور نرفته. بفرمایید. خودش مامانش اذیت کرد، مامانش اذیت کرد. واقعا هم فیلمشو بازی کرد، شوهرش هم کرده گذاشته. بله ولی الان باید دخترشو درک بکنه. با من و محمد میکنه. نه هیچ کاری نمیتونه بکنه. به خدا اصلا. ببین به خدا ببین اصلا هیچ کاری نمیتونه بکنه. شاید خوشش بیاد. مادرش هم وقتی بفهمه که این نه اینجا رو اشتباه میکنی. اینجا رو اشتباه میکنی. بچه رضا جوک میگه. نه اینجوری شاید خود منام برگرده، خود رضا برگرده. این چیزایی که تو همین متوجه نیستی، تو اون موقع بچه بودی نمیدونستی، ولی من میدونم. باید مونا بدونه که این بچه باید اینجا چیکار. من ساز مخالفی ندارم با عزیز دلم. من با تو چه ساز مخالفی دارم؟ یه مادر تو باید بفهمه. پاورانه تو حرف بزرگترا پاورانه خانوم من باری کلا یه عمر این میخواد بگه دایی تو نذاشتی من سوپر استار شم. عزیز چی شد؟ راضیش نکردی؟ تو اصلا یه چیزی باید حواست نیست نه؟ الان یه عده اینجا نشستین دارین راجع به یه چیزی صحبت میکنین زیر سن این بچه 18 سالش هم نشده. فهمیدی؟ فردا مادرش میاد بندر اینجا میکشه دادگاه. به شما چی کار داره؟ من نمیکشی اون بر تو دنیا خودت میدونی مادرت تو دیگه چیه؟ نه بابا کاری نمیکنه. مادرت میشناسی. تو مامان ببین من نمیخوام داد بزنم، میگم ولم کن. خب به مامانت زنگ بزن، من تمومم. من کاری ندارم. بابا من اصلا نیستم. اوکی من کاری ندارم. من خب قربون شکلت دارم. مادرت تو مگه نباید بدونه؟ میگیم حالا بهش الان وقتش. یعنی چی؟ تو میخوام همینجوری بیا اینجا وایسی خانم شما تو رو به خدا به این بگین که مادرش کیه؟ ما نمیگیم که ما میگیم انگار میتونه همین فکر مادرم دارم بهش میگم که باید به مادر شما حالا به مادرت نگی. حرف میزنیم شما تیم کشید. اینا الان فردا بیاد همه کسی که بیشتر از همه مخالف بود از اول خود من بودم. یلدا کی از همه مخالف‌تر بود؟ راست میگه. اصلا نمیذاشت. محمد مانا وقتی که من رفتم بازیشو دیدم واقعا خوب بود. آقا من میگم به تو رفتم اونجا رو دیدم، محیطشو دیدم، آدماشو دیدم، استعداد اینو دیدم، کار اینو دیدم. بعد آقا مگه خاله زرزر مگه ما گفتیم نمیخوایم به مانا. دو ماه دیگه شد دیگه هیچی دیگه. خب الان من این شانس آقا من یه سوال دارم. شما من الان این شانس رو عرض کردی چه حالی برای زرزر؟ اصلا دلیل من 18 ساله من با مادر این خوبه. یه تست درجه 1. خسته نباش. باریکلا به همگی. تو خوب بودی؟ تو چی؟ آقا واقعا همگی خسته نباشی. تو خودت خوب بودی؟ عالی. خسته نباشی. الان ما منتظر برگردم پوستمو بکنه. همه برنامه ها رو هم ریخته میدونم. از صبح تا شب یه سر درس، یه سر کلاس، یه سر معلم. ببخشید مامان. خانم وکیل، خانم جراح، خانم مهندس کار من نیست. هر کسی واسه یه کاری ساختن مادر عزیزم. زورکی که نمیشه. بذار تو حال خودم باشم. بذار راه خودمو برم. یه ذره منو بی خیال شو. اینقدر به من زول نزن. با دست تعدیکو بر ندار. بشقابا رو الان بر ندار بذار اونجا. بذار سبزی پاک کردن بابا تموم شه. بشقابا رو نذار. الو
چی؟ چی؟ هدفون میذاری تو گوشی تو خونه راه میری؟ چیزی گفتین مگه؟ آخه من نمیدونم این تازگی ها مد شده این هدفون رو بذاری تو گوشش این گوشی رو بگیره دستش کورو کرد. خیلی خب رضا خان چرا عصبی میشی؟ مامانت داره باهات حرف میزنه. جونم مامی نشنیدم. گفتم که اون بشقابا رو نذار اونجا، بذار سبزی پاک کردن بابا تموم شه، سبزی ها رو جمع بکنیم بذاریم اینجا، بعد بشقابا رو بچین. خب جمع میکنیم تموم شد. جمع میکنیم دیگه. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ الان نگاه کردن من عجیبه؟ یه ذره. الان این با این هدفون اومدی پایین عجیب نیست، نگاه کردن من عجیبه. یه وعده ما همیشه میشینیم غذا میخوریم کامیونیکیت میکنیم، یه دونه شما میگی یه دونه ما میگیم، ارتباط داریم با هم. خب اوکی بیا بشین کامیونیکیت کنیم، فقط تو اینجا نیستی. من که نشستم، شما که هر روز از صبح پا میشین یکی شما میگی یکی شما میگی، ما هم میشنویم 24 ساعت با همیم دیگه. پاشو اگه میخوای اون رو گوشت باشه هدفون میوزیک گوش بدی میتونی بری بالا. نه الان قطعش کردم میشنوم. نه دارم بهش آپشن میدم، میگم اگر میخواد میوزیک گوش بده میتونه غذاشو بره بالا بخوره. نه بابا واقعا آپشن دارم بهت میدم، یعنی که میتونی انجام بدی میتونی انجام ندی، میل خودته. چرا آخه من نمیفهمم، ما غذا خوردنمون هم داستان باید داشته باشیم. چه داستانی؟ خودش داره میگه اوکی هم. تو که من رضایت نگفتم. مامان فقط برات مهمه، منم میگم الان اوکیه خودش ها. من آپشن گفتم بهت دادم. خب آپشن خوبیه دیگه، منم استقبال کردم وقتی میبینم تو اوکی. بابا بیا بشین آخه من نمیفهمم. برو بابا چی؟ بابا گفتمش کنی نه تو گوشش در میرم دعواش میکنم. تو آپشن میدی بره بالا. ببین هم من میدونم هم اون میدونه که این هارتان پوتانا دلکیه. برای کی داری بازی میکنی؟ قبلا یه چموشیایی میکرد ولی نه دیگه اینجوری. نهایتش این بود که میرفت تو اتاقش میشست. الان بر خودش میاد میچرخه ما رو ایگنور میکنه. شاخ شده حسابی. وقتش نیست؟ فکر کنم از ایران آب میخوره. یعنی فکر میکنه یه پسر دنبالش هست؟ آره. شاید هم از اوناست که دنبال پاسپورته. رومانتیک شده؟ نه بابا اصلا کول. این که بد نیست. درس نمیخونه. مشکل من اینه که درس نمیخونه. شنیدم قلیونم میکشه. داری رجبی رسما داری رو اعصابشون رجبی. فروختی دیگه راه. تمام. مانا جان عزیزم دیگه اکوداری هم باید بتونی بخورید یه کاچ بدی قربونت برم. نه باید یه چشمه تازه بیا یه چشمه گوارا حال میکنن با بگم به به چه دختری چه خانومی میخوای بری فیلم بازی کنی برو فیلم بازی کنی. آره دیگه نمیشه که نمیشه فقط مبادله شما را بیان. آیفون میخوام بفرما، ایران برم بفرما. آقا رضا همه سیر سر شماست. بیا بفرما هم تو به ما بزن. حرف حساب جواب نداره. آفر ببین تو باید از اون اتاقت بزنی بیرون، باید بیای رو فرم، باید خودتو بسازی واقعا، باید یه کاری بکنی ردیف بشی. مامانتی بکش بالا. یه شقا بکشم بالا یه درجه بالا. بس بزن. مادر تو که اصلا خواب نداری. خوب شدی باشه 100 درجه تب مومه. یه آهنگ بذار برات بذارم بسازم.
I'm home. اومدش. ای قربون دختر گل قهرمان 2 منچستر برم من. خسته نباشی مامان جان. هیسی. میخوام براش یه عرق نفس مشک درست کنم. بابا تاجی ماجی تشویقی. بیا. بیا. بیا مامان. دست در نکن. خسته نباشی. یه نیم ساعتی دویدی یا؟ 2 ساعت و نیم از خونه رفتم. 2 ساعت بودی. الکساندر پارک رفتی؟ تا پیکادلی رفت. واقعا؟ خسته شدی، حسابی کالری سوزوندی. الان یه نهار خوشمزه درست میکنم. چی مثلا؟ باقالی پلو با گوشت. خجالت دادی؟ آره دیگه. بابا جون دور داده. دستش در نکن. گل ناز می تو چشم چراغ می تو گل ناز می تو چشم چراغ می تو چراغ هولم تونی مونس یار می تو چراغ هولم تونی مونس یار می تو بارو 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 نه هی بارو 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 نه هی دست به دستم بیاریم و بمونه یارو فیلمه رو برام گذاشته بودی میگفت دلم برای تنگ قربون صدقه من داری میری بفرما عباس آقا خواهش میکنم واقعا عالیه. ببین من میگم قربونت برم بابام ایستگاه ما رو نمیدی عین خودش میگی. یعنی عین خوابیده مونا سلام علیکم. ای دنیا رو آب ببره تو رو خواب برده، بچه رو برداشتی دوباره بردی بیرون. چی میشه؟ امروز چه روزی بود؟ نمیدونم چه روزیه. نمیدونم، تو بگو چه روزیه. نمیدونم. منتظر چی بودیم امروز؟ آها از امروز به بعد جواب امتحانا آره. اومد؟ نه نیومده. من الان دیوانم نشستم عزا گرفتم. رد شد. ببین خوشحاله رد شدم.
چقدر به تو گفتم این ایران نره. چه ربطی به ایران رفتن چه ربطی به ایران رفتن داره؟ چه ربطی به ایران رفتن داره؟ تو برگشتی دیگه شدی اون قدیم مثل قدیم درس خوندی. اون موقع هم که این آدم نمیخوندی. درس خوندم دیگه گذاشتی کنار. درس خوندی؟ آره. دروغ نگو. من دروغگو نیستم. دروغ نگو. یک سره تو اینترنت بودی، سره تو موبایل و هدفون و کوفت و زهرمار بود. سعی خودمو کردم نشد. سعیت کم بود. نمیتونستم خودم بکشم دیگه. باید میکشتی. چون من خودمو کشتم. چون من خودمو کشتم به خاطر اینکه تو زندگی بکنی، برای اینکه آینده پیدا بکنی. الان چرا هرس میخوری؟ من چرا منو بشینم درس بخونم دیگه؟ چرا منو از بچم جدا کردی فرستادی اینجا؟ الان چه وقتی؟ چرا این کارو کردیم؟ برای اینکه این خانم آینده پیدا کنه، بره دانشگاه، بره درس بخونه، کار بگیره. باشه میرم الان کار میکنم. چی کار میکنی؟ خیلی کارم. چی کار مثلا؟ یاد کل میگیرم. نکن مانا. من زندگیمو به باد دادم برای تو، تو هم دست گل تو به آب دادی برای من. یه درس ازت خواستم بخونی. حالا هرس نخوری. من میفهمم تو دلت میخواد و هر کاری نکردی من بکنم، هرچی نداشتی من داشته باشم، ولی نمیشه. منم آدم خودمم، رویای خودمو دارم، زندگی خودمو دارم. نمیدونم اینا رو کی میخوای بفهمی. مگه من میگم رویای خودتو نداشته باش؟ رویات میگم درست باشه، این آدم باشه، درس بخون، بفهم داریم چجوری جون میکنیم برای تو. داد و بیداد نکنید آقا. و ماسمالی نکن. چیو ماسمالی کنم؟ چیکار کردی حالا تو الان؟ تو بگو. نه تو بگو. همسن من بودی، اومدی اینجا درس تو خوندی، اشغال تو کردی، زندگی تو داشتی. من بودم که جدام کردنم مامانم. بچه‌تم که انداختی سر شوهر تو، بقیه فامیلا منتشم سر همه بذار. باریکلا. همه تو مدیون منید. خب من مادری نکردم ولی همه تو مدیون من مادری منید. نکردم. باریکلا. رضا بگو بره از جلوی چشم. پاشو برو بالا. بیا برو بالا. بیا بی مقدمه بسه دعوا رضا. میکنی. بسه. کی بسه؟ I had enough of you. بسه دیگه. رضا ولم کن. مونا این حرفا رو اصلا زدنش اشتباه. کجا داریم؟ ولم کن. مونا بیا بشینیم حرف بزنیم. زندگی الان کجا داریم؟ مونا مرد. بابا نکن. باشه عصبانی نشو. مونا بیا حرف بزنیم. جون رضا تا سرمون خراب نکن. پی زندگی مونا مرد. کجا زندگیت کجاست؟ زندگیت بدون شما هست. بیا حرف بزنیم. ازت خواهش میکنم. بابا میگم اینقدر سر به سر این نذار. چی کار کنم؟ برون بیسا رو روغن بزن. باشه اینا دیگه تموم شد فقط. باش. سلام علیکم. سلام دایی. چه سلامی چه علیکی درد بالا. تو میدونی من واسه چی اومدم اینجا؟ اومدم ازت بپرسم ببینم تو با چه روی رفتی وایسادی جلو مادرت این حرفا رو زدی؟ اون زن وقتی اینجا بود همیشه یه چشش اشک بود، یه چشش خون بود، هر شب گریه میکرد. یه جا هم میرفتیم اگر رو درواسی داشت یه گوشه کنار پیدا میکرد گریهش رو میکرد. اصلا درد بالات بذار واسط بگم تو نمیدونی مادرت همیشه ضعف داشت. چرا؟ میپرسی؟ واسه اینکه غذا نمیخورد، شده بود پوست و استخون، ولی هی پیل جمع میکرد، هی پیل جمع میکرد، چپا چپا دسته زیر بالش، چپا چپا دسته زیر بالش. سر تهش هم میزدی تو عروسک فروشی بود واسه شما یا به فکر خرید پلیور بود واسه آقا. توف به مرام هر چی همه نمک نشناسم.
ما شما زدید با خنجر قلب مادر مهربون پارپورا کردی، تو هم وایسادی سیل کردی. جوان مرد آسمو کیشه. هرچی شما میگی درست دایی همایون. الان باید چی کار کنیم؟ اصلا من غلط کردم. هرچی میگی غلط کردی چی نه؟ الان خماریشو بکش. من اومدم اینجا به شما بگم خیلی متشکر به خاطر این مرام و نمک شناسی تو و تسکلی که این خانم اوده. دایی من خودم واقعا ناراحتم. خب باز تو معلومت بی‌عاطفه نیستی. حالا چیکار کنیم الان دیگه هیچ کاری از دست من کافر بر نمیاد درد بلات. الان تازه مامانت هم فکر میکنه من با شما همدست شدم. زندایی چی؟ زندایی اونو من نمیتونم درد. یه فارغ زندایی من نمیتونم. ای خدا رو دستی. خرابی هستم. چی شده؟ زندایی قبول نکرد. خب فکر کنم مامانم خیال برگشتن نداره. داره دل میکنه. مثل اینکه وقتشه. وقت چی؟ تو که نمیخوام این شکست خورده برگرده. نه. یه کات کوبریکی باید بدی. ببین برو سرتو بذار رو زانوش، پاشو بغل کن قشنگ اینجوری که محبت تو احساس کن. بعد ناخودآگاه اون دستشو میذاره رو سرت. تو هم یه خورده گریه کنی نازت میکنه، ماچت میکنه، حرفتو بهش میزنی. مامان جون من نمیخوام ازت جدا شم. درسم میخونم قول میدم موفق میشم. تو هم بهم افتخار میکن. مطمئن باش. بهم اعتماد کن. به به تمومه. پرفکتو تخمه ترکه. باز من خودم رو قانع کردم. خودم رو گول زدم. گفتم زن پاشو برگرد سر زندگیت. میره اکسس با ادولت میشینه بشینه. معلم خصوصی میگیری براش. بعد از اوراش پا میشه میری پیش باباش. یه پولی در میاره پول تو جیبیش میشه. یعنی همه جور پیچوندم گفتم این بچه امسال این درس رو پاس میکنه. عزیزم هرس نخور. پاس میکنه. طوری نشده که. چرا؟ طوری نشده که طوری شده. ولی اونجوری شده که تو دلت میخواد. برمیداره بچه رو میبره با رفقاش مثل جوجه اردک دنبال خودت را میندازی توی پاپ و کلاب و قلیونی. آقا این بچه فاصله سنیش با ما کمه. مثل شروع نکنه. ما رو پدر مادر خودش نمیبینه. ما رو همبازی‌های خودش میبینه. تا الان هم داشته با ما بازی میکرده، ما هم داشتیم باش بازی میکردیم. خب تو هم الان درس و مشق شده یه خود پدر مادری ما بیشتر زده. والا تا این بازی ها رو دوست داری؟ آره دوست دارم. خوش میگذره. آره سیستم حال و حوله. اصلا دوست دارم که همبازی اصلیش تو باشی. ای رضا با این حرفا منو به چه کارایی واداشتی رضا؟ یادته اون شبا؟ یادته؟ کجا خانوم؟ این موقع شب بدون اجازه سرتو انداختی پایین داری میری بیرون. ترسیدم. نه پس نه ترس. بیا آقا جمعش کن. کجا داری میری؟ واقعا میخواید بدونید کجا میرم؟ نه نمیخوایم بدونیم کجا داری میری. لباستون رو عوض کنیم بیایم بریم ببینیم کجا. روی داره. چرا مگه نگران نیستی؟ چه ربطی داره؟ بیایم بریم تو الان. چرا چی بریم تو داریم حرف میزنیم آروم اینجا دیگه. من که نمیتونم همینطوری راه بیفتم بیام دنبال تو. باشه منتظر میشم لباستون رو عوض کنیم. یه چیز خوب بپوشیده. چقدر
یه چیز خوب بپوشید. بریم ببینیم کجا داره میره. اگه جای بدی میرفت که نمیگفت دنبالش بریم. بابا بیا برو خیرشو بگیر ببینیم موقع شب کجا داشته میرفته. بریم ببینیم که بهتره مانا. خب این صحنه رو دیگه نمیشه نشون داد. من توی کلاب قرار بود وارماپ کنم. بابام به هر زبونی بود مامانم آورد. من نمیدونم اونجا چی دادن اینا خوردن. مامانم دیگه از اون وسط نمیشد جمعش کرد. بعدش هم دیگه پیاده رو، حال بد و تعب و خنجری که مامانم میگفت بابات از پشت به من زد. تو دنبال راه نجات بودی ولی فقط برای خودت. نه من، نه مانا، نه هیچ کس دیگه ای. تو وقتی که میخواستی بیای انگلیس زمین و زمان رو به هم دوختی که بیای. الان میخوای برگردی ایران. مثل روز برام روشنه رضا. تو میخوای برگردی ایران. دوباره داری زمین و زمان رو به هم میدوزی. میدونی حریف من نمیشی، مانا رو گروگان گرفتی. فکر میکنی من پشت مانا بلند میشم میام ایران. چقدر از خود راضی رضا. دیگه حرفی برای گفتن ندارم. آره تو راست میگی. من دلم میخواد برگردم ایران ولی نمیخوام تو و مانا را دست بدم. من دوست دارم وقتی برمیگردم خونه چراغ خونم روشن باشه، گازش روشن باشه، قابلمه روش قل کنه، یکی منتظرم باشه. ولی انگار این خیلی ثروت بزرگی. نگه داشتنش هم خیلی سخت. بعضی موقع خیلی سخت. خستم مونا. دیگه از این همه بازی خستم. آخرش مگه چیه؟ خودم چراغ خونم رو روشن میکنم. یعنی تو هم ماجرای تولد خبر نداشتی؟ من خیلی وقته به واله گفتم که اصلا نمیخوام در جریان ارتباطش با مانا باشم. پس از اونجا آب میخوره. من فقط ازت یه چیزی میخوام مانا، که قبل رفتنم دوسیه تو و مانا رو ببینم. فقط
بگذارم تا از تو ابدیتی بسازم. اما چه خبر؟ الان بهت میگم. سلام سلام بفرمایید. سلام 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 خوش آمدید. دست چپ لطفاً بفرمایید. دست چپ. ببین رضا، تو فکر میکنی اگه الان به من بگی اونجا چه خبره، کیا هستن، من چی کار میکنم؟ خوشحال میشی. رضا خوشحال بشم. الهی قربونت برم عزیزت برم. یه کاش میدونستی. رضا من هیچی نمیدونم. بیا بریم هم دور و بر سر شاهراه نصر. داداشم سلام. سلام قربون شکل باید. سلامت شما خوبی؟ سلام، حال شما خوبه؟ مرسی عزیزم، مشتاق دیدار. دلمون براتون یه ذره شده دایجون. خیلی دلمون تنگ شده خیلی واسه شما. فردای شما بشم منم خیلی دلم تنگ شده بود. خیلی خوشحال شدم. عزیز جونو ببوسید. چشم. قربونه. انشالله که همیشه سرحال و شاد باشید. دلمون تنگ شده واسه هر جوری شده میام پیشت. ببین ما چو اینا رو بذار برای بعد. خوش اومدی. سلام. تولدت مبارک. مشتاق دیداری. سلام دایی. سلام قربونه. سلام خوبی؟ ممنون. شما خوبی؟ تولدت مبارک. به سلامتی رسیدی؟ آره دیگه اینجا الان. خدا رو شکر. بچه تولد یالا بابا. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Mona. Happy birthday to you. دایی بابا اینا کجا نرسیدن هنوز؟ قربونت تو راه نگران نباش، اونا هم میان تا این سبقای دیگه میرسن. باشه. عزیزم بالاخره اون کار که خواستی انجام دادی. آره دیگه باید انجام میشد. پوسکود آدرس همینجا رو داده. خیلی این اونجایی که بچه من باید تولدشو بگیره. دایی همایون. دایی همایون. آره اومد بیرون دست تکون داد رفت تو این دره. Mona June, don't worry, everything's under control. دیدی همه چی زیر سر خانواده خودته. من مطمئنم باش درد برده. ماجرا چیه دایی؟ هرچی هست it's Mona's decision. We just helped her with the plans. چه خبره اینجا؟ یه پرفورمنس ساده است. بیا اصلا بریم تو خودتون ببینید درد برده. بیا. بریم تو. زندگی راه خودشو میره. مگه مونا شد اونی که مامان اقدس میخواست. بعد واقعیت رو قبول کرد. به خصوص اگه بخوای عوضش کنی. سخت هست ولی شیرین هم هست. بفرمایید تو خانم سوپر استار. بفرمایید.
تا مصاحبه بعدی. دوربینا برن. حرکت. سلام. شاید من تنها آدمی باشم تو دنیا که رابطه عاشقانه پدر مادرش رو قبل تولد دیده. این معجزه سینماست. تو کجایی؟ کجایی؟ تو کجایی که شبم من شکرم؟ چراغت دوزم کنم شان سرم، دستکت بوسم به مالم پایکت، وقت خواب آید بروبم جایکت، کجایی؟